میگویند که هر سال با آمدن جشن نوروز بهار به دیار ما قدم میگذارد. امروز ما نیز مهمانان رمزی جشن خود را با کمال احترام و شادمانی بهار و نوروز را به صحنه دعوت میکنیم. مرحمت. کفکوبی های شما. بهارم فصل احیا و زیبایی با قدم های من طبیعت بیدار می شود. گلها می شکوفند، پرندگان می سرایند. من به شما گرمی، امید و شادی را می آرم. دلهایتان مثل گل شکوفا باد. هر روزتان پر از مهر و نور و صفا باشد. السلام ای دوستانی ارجمند، من نوروزم، جشن احیای طبیعت. من روزی نو، امیدی نو و زندگی نو هستم. با آمدن من خانه ها روشن، دل ها شاد و دسترخوان پر از نور می گردد. بگذار در خاندانی هر یکی شما برکت فراوان باشد. نوروز مبارک دوستانی عزیز. من زیبایی می آرم و من شادی می آرم و ما یک جا به شما صلح، دوستی و زندگی نو می آریم. بهار شادی نوروز می باشد. لطفاً با کفکوبی های گرم و صمیمی هنرمند جوانی ما سمیه زبیدالله را استقبال گیرید. مرحمت.
رسید و زمین گلباران شد هر دلزی صفایی بهار شادان شد امروز صدای شعر بلند می گردد از لبهای کودک جهان خندان شد نوروز ایدی پاکی و صمیمیت است و کی بهتر از کودکان می توانند این پاکی را بیان کنند. مهمانان عزیز، با آمدن بهاری زیبا زمین ما پر از امید و شادی می گردد. حالا دعوت میکنیم که شعرخوان‌های با استعداد با کلام زیبای خود بهار را ترنم کنند. بیایید با کفکوبی‌های صمیمی آنها را استقبال کنیم تا که فضای ایدانه ما را زیباتر و رنگین‌تر گردانند. مرحمت. باز به نوروز رسیدیم نوقی سمی پرتاز به نوروز رسیدیم در پرته گل مانده باد نوا ای مرغ شاواز به نوروز رسیدیم تمامی ملک دنیا را گرفت آواز نوروز زی پیغامی نسیم خوشنمای تازه نوروز زمستان صد تلاش کرد که در جای بهار ماند بهار او را گسیل کرد کشا دروازه نوروز حالا به صحنه گروهی دختران زیبای مکتب دعوت می شوند تا با رقص ملی خود فضای ایدانه ما را باز هم زیباتر گردانند. مرحمت به تماشای رقص گروهی. یه دختر که با میره در دستت کوزه یا برت میکشی دلم میسوزه آی بخشه که آبی تو گرفتم روزه آسه صدرک پیوندان جدا میسوزه یارم عشقت بلای جانم نرو بشین در برم من به تو به مدارم نرو بشین در برم من به تو به مدارم آه یارم یارم آی آمدنت چرا ندادی درکت سه هفته و 3 ماه و 3 سالی دراز آی رفتن نکات در دار سرکت یارم عشقت بلای جانم نرو بشین در برم من به تو به مدارم یارم عشقت بلای جانم نرو بشین در برم من به تو به مدارم نرو بشین در برم من به تو به مدارم
آه یارم ای یارم بخدو بستی بزبت جانه حواسم می آید بدو رخساری سفیده جانه حواسم می آید بدو رخساری سفیده جانه حواسم می آید حواسم می آید من مایلیته من قایلیته کی در غمی من سوز دیلیته در دامی تو من بدنامی تو من شاهین بخدا در بامی تو من بقدو بستی بزبت جانه حواسم می آید بدو رخساری سفیده جانه حواسم می آید بدو رخساری سفیده جانه حواسم می آید حواسم می آید حواسم می آید بهار آمد که گل خنده کند دل انسان ز شادی زنده کند نوروز رسید و پیامی بخت آورد جهان پر ز مهر دلبند کند بهار آمد و نوروز آورد نور و صفا دلها پر از شادی لبها پر از نوا امروز در این بزمی پرشکوه ما رقص می کند شادی با هر نفس و صدا حاضرین گرامی و دوستان عزیز عین حال پیشکشتان می گردد رقص عیدانه نوروزی در اجرای گروه خوانندگان مرحمت زبانده بسر توقی ادختری قشلوقی زبانده بسر توقی ادختری قشلوقی لباس سالی بالجون رو کلچای قیموقی لباس سالی بالجون رو کلچای قیموقی زبانده زبانده دیدگی دیل میبنده آ زبانده زبانده دیدگی دیل میبنده شکر بر ما نداری نظر جنونه لب شکر بر ما نداری نظر یک بوسه طلب کردم عالم کردی خبر یک بوسه طلب کردم عالم کردی خبر زبانده بسر توقی ادختری قشلوقی زبانده بسر توقی ادختری قشلوقی لباس سالی بالجون رو کلچای قیموقی لباس سالی بالجون رو کلچای قیموقی زبانده زبانده دیدگی دیل میبنده او زبانده زبانده دیدگی دیل میبنده
خیزارت شدم چشمانی من براحت زبنده بسر تاقی دختری قشلاقی زبنده بسر تاقی دختری قشلاقی لباس صلیب الجوان رو کلچه قیماقی لباس صلیب الجوان رو کلچه قیماقی زبنده دیدگی دیل میبنده زبنده دیدگی دیل میبنده تاجیکستان از قدیم الایام کشوری فرهنگ های رنگارنگ و زیبا می باشد و این فرهنگ ها نشانه ای زیبایی خلق و ملت تاجیک را انعکاس می نمایند. امروز ما از فرهنگ های مردمی بدخشان نیز بهره میبریم و نمیگذاریم که فرهنگ ملتمان از بین رود. حالا باشد رقص پامیری در اجرای خواننده صنفی 10 زبانیسای غیاث‌الدین پیشکشتان میگردد. مرحمت. Marshon Hasana, Marshon
میباشد. شادی و خرسندی به انسان نیرو و توانایی میبخشد و ما میخواهیم در این جشن کمی هم باشد طبع شما را بالیده گردانیم. حالا باشد خوانندگان ما یک صحنه‌چه جالب پیشکشی شما میگردانند. مرحمت. ای جورا ای بهار بی ای بوی تازه بوی هوای تازه بینیورا ای امی بوی تازه هوای تازه ای سرت مونا با چی با میانم کند ای پابل کارم 3 روز چی در دانشگاه آوردیم گفتی میریم بالون تماشا میریم اویا تماشا کوی تپا بچه ایس را تماشا میکنم پابل اوز را تماشا میکنم پابل ای بابای تو کشت مرانه که ای پابل کدارا نگو هم ایروز پاول نکنه امروز پاول نکنه کم ترک دیگه جاش مونده میره پیولش میکنه تمام کم ترک نکی سینو جون امروز میکنه تمام خیلی فکر میکنم خطی همی اقلا همی جا یک لامبشکان همی چسبونی با چی با لامبشکان؟ شاو تاریک و من گفتم بخی همی زبار یک کتا دم هات کنم همی چرا قطعی گرفتمش تلوک چی کی رو آخی؟ میخیزم میام نگه کنم شیر از آدم های خورکشک بده توز از سرم درد کیسه خواهد چی میکنه موزیکو؟ میره من کم ترک پیولا میکنه رفت خیلی میبینیم اوه این با دیدی چه خیزادمش؟ میزنمش سمیل همه غلطه گوش کسی سینو جون امی دفعه اخیان دفعه امی یک باری دیگه امی بابای تو میگه بشام پوبل میکنین کو امی قطی دارم موتوری سر چه کده بچم یه بار گم گونش نگدم چه بابا میگم همین کلمه رو میگیرم تو بگره کلاند کنم آه چخون چخون آه بابی آه جویم کشم اونجا را چخون چخون آه بچه سینو نیده سینو چون کدی بود بلا نیکی این بابای خیره داری؟ با چی با؟ اقلا نهیم جان نمیخیزه برای یک اونجا دیگه دفشنه کتمیون را روز کنی خواهی مسافه چیده دیگه نکی جاری قالاوری کیسه میگم که ایده دارم کم ترک در پیشش چخ چخ کنیم وقت میزگره میگیم دمگیری بونه دمگیری روز شا میشه پگه میریم دانشگاه من دیمونه شدیم ای گل کارا رفتی میشه بیا کو ای موسافت چو کلی دیگه پسر گمزه بابا من کم ترک کاره شیشتی همی جا آه بابی به فراشیدم ای بچه های به میان بدنه چی خیلی بمیان موسافت همه همجا رو مخیم تو خف و بلکم اما چه باید آدم یا جوانا ای خیلی چی نمیکنه بابی بگم یه سوالت تو ممکنه چی؟ بگم یه سوالت به تو ممکنه سوال ممکنه تی بگم بابی همی خودت کدام سال تولد شدی؟ سالی گسپند چه گوسپند؟ گسپندی کلام نه مقصد این بابود نسان دلی گوسپندن چه مقصد میگم بابای نمه 2006 تولد شدم خودت که تولد شدی کدام سال رقم شو بگو کدام سال؟ کدام سال؟ هم سالای 41 بعد بایدم نیست سالای 4 شو پیدم ده میگم این بابای روسی را میدونم بابا روسی را میدونی؟ ده بابا همین سلام با روسی چی میشه؟ دستیدنیه میدونی سای میگه هرچی بابای شیطان داشته اینا بابی کشتی بانی شما خیلی بچه های وطن توش یکم جا میخانه دستود سمت خونده سی ما هم قذاق داشتم همه این سند اکی نگو در تاریخ خبرم میگرفتم میخواندم گوشی مردم میجنبی میکنی کویا تاخون گوشاتون بجنبه یا تاخون گوشی ما هم بجنبه که بابی کویا بسرو بخوانم بخوام بابا میخوانم خاطر تو نورو شدو لولای خوش رنگ برآمد بلبل با تماشای دف و چنگ برآمد
مبینه که گوشم جنبی خیلی جوانی دارم خیلی خواندم که بخیر چای بیار حلقم خواهشه بخیر خیلی چای بیار بابا دا پیش دا با چکری پکنه کان تخی بابا چی پش کیسین شما؟ چکر قیبو بایفتی تمام رای اون صفحه دفتم بابی بیار چای بابی چی میگم بهار شیدای اینی چکری های چی؟ میگم چکری فوریده سا میگم خرگوش وری چکری چکری؟ در چی خیلی چکری؟ خیلی چکری؟ بهار آمد و نوروز آورد نور و صفا، دلها پر از شادی، لبها پر از نوا. امروز در این بزمی پرشکوه ما رقص میکنند شادی با هر نفس و صدا. اکنون به صحنه گروهی رقصی دوست رو یکانی مکتب دعوت میشوند. بیایید با قرصک های گرم و صمیمی گروهی رقصی را پیشواز میگیریم. حاضرین گرامی، اکنون برنامه جشنی ما با یکی از رسم و آیین‌های جالب نوروز دستخوابانی و بنکشک ادامه می‌یابد. این عنعنه‌های زیبا بازگوی فرهنگ غنی، زیرکی و چست و چالاکی نورسان بوده فضای ایدانه را باز هم رنگین‌تر می‌گرداند. همزمان برای بهاگذاری عادلانه و معین نمودن بهترین خوانی نوروزی خوانندگان، اعضای محترم حکمان را با احترام به صحنه دعوت می‌نماییم. مرحمت.
برنامه سیفای 8 و 9 مرحمت 8 9 اولویت و سیفای 9 داده می شود. احسان مبارک شود. نماینده سیفای 10 دهی اد دهی ب از سیفای 10 یکم نماینده است. از سیفای 10 مبارک باشد. نوروز آمد بهر خم نشودی با خود آورد هزار آزادی بگذار جهان پر شود از خنده پر گردد دلها از آبادی. ایران گرامی برنامه جشنی ما ادامه دارد. اکنون شما را با تماشای رقص نوبتی دعوت می نماییم که سرشار از زیبایی نازکی و شادی بهاری می باشد. مرحمت. رسیدنش دبله آجون بودنش دبله رسیدنش